تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ تومی خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتاری 14. در بین سه خبرکش. یک هفته پیش از سفر کردن در رکاب شاه بروشان، میرزا عزیز نهایت وصیت بابایش را به جا آورد. مادرش به ملا خشال شوهر کرد. پسر هرچند میخواست سوری کلان گیرد و آدم بسیاری دعوت کند، نه مادر راضی شد نه ملا خشال. پسرم میگویند که خدا زده باشو، ارواح زده نه. از ارواح خسورم میترسم، نباشد کایها از سر این اندیشه گذشتم. خلیفه 4 موسفه جمع آمده نکاح را گذرانند بس. گفت مادر به میرزا عزیز روزی که ملا خشال همراه 2 خویشاوندش به خواستگاری آمد. داماد هم چنین فکر داشت، ولی میرزا عزیز چند سازنده و بنهای همطبق خود را جهد کرد. پس از انجام رسم نکاح یک چند اکابر از دربار به تبریک آمده تحفه شاه را که عبارت از 10 سرمال و 1 خچیر کاله و قند بود به خانه رساندند. طبق مصلحت قبلی ملا خشال کوچ و بار خود را به خانه زنش آورد و سرور عائله گشت. میرزا عزیز خانه را به شوهر و زن واگذاشت و خود حجره شفت دهلیز را اختیار نمود. ملا خشال واعظ و کتابدار دربار شد، ولی شغل اساسیش معلمی را ترک نکرد. یک شاگرد خوشسواد را به آموزگاری گماشت و خود مدیریت مکتب را به دست گرفت. در قلعه نیز کار را به راه گذاشت. برای قرائت نخست شاهنامه را برگزید. هر هفته روزهای سه‌شنبه و جمعه به جنگاوران این داستان بزرگ مملو از قهرمانی و شجاعت را می‌خواند و شرح می‌داد. میرزا عزیز با کمال رغبت در این محفل‌ها اشتراک می‌کرد و جهان لذت می‌گرفت. روشان با دلربایی و پهناوری خود به میرزا عزیز پسند آمد، اما سفر در رکاب یوسف علی خان به او تماما نفارید. جوان پهلوان میخواست به مثل باز پران آزاد باشد و به هر کجایی که دلش خواهد پر بکشد، ولی در طول سفر 10 روزه اش امکان نیافت که لااقل به وسعت مرغ خانگی پر کشاید. روزانه پی به پی خر سیاه اسب راندن و شبانه نفس نکشیده در پاسبانی شاه ایستادن به دلش زد. در پسخوف خواجه برتنگی را به قنجقه ابوذر خدازده شناندند و درد سر میرزا عزیز 2 برابر زیاد گشت. شاه فرمود که آن 2 متهم را تا دیر روشان برده به خلق نمایش دهد و شب به مامن رساند. میرزا عزیز به همین بهانه دهه‌های سر راه را تماشا کرده باشد هم مناسبت ناعادلانه بعض آدمان طبعش را خیره ساخت. هرچند یک روشانی به میرزا عزیز همراه کرده این منظرشاه به مردم چه جنایتکار نابخشیدنی بودن بندیان را میفهماند، بعضیها دشنام و حقارتش میدادند که 2 بنده خداوند را چگونه خوار و ذلیل کرده است. در بحروشان برای رها نمودن محبوسان حتی به سرش هجوم آوردند، لیکن وقتی که 3 نفر لگد آبدار میرزا عزیز را خورده نقش زمین گشتند، دیگران پشت دادند. چند بار دست به شمشیر هم برد که آن 2 پلیدک را کشته به شخ پرتاید و
جهان را از حضور نامبارکشان خالی کند، اما هر دفعه دستور شاه سد رایش می گشت. در بحر پنجه یک روز به اجازه شاه خمار دیداری مادر و پدراندر را شکست و صبح دیگر به دربار حاضر شد. یوسف علی خان او را به مهربانی قبول کرد و برای برآمدن از عهده مواظبت بندیان آفرینش خواند. میرزا جان، من در تو تمام صفتهای پهلوانی بابایت را روشن می بینم و سینه ام باغ باغ می شکفد. به خواست خداوند 1-2 سال پس سپه سالاری لشکر را به تو می دهم تا آن زمان به یگان دختری به ذات و اولاد کت خدایت می کنیم و مرد حقیقی می شوی. هیچ در فکر عروس هستی؟ نه، ناهنجار پاسخ داد میرزا عزیز. به این صورت و نیروی که داری یک باره باید 2-3 زن بگیری. با لبخند فراق شوخی کرد شاه و رشته صحبت را به دیگر سوی برد. بندیانت چه حال دارند؟ ابوذر پوست به استخوان خشک شدگی، برتنگی مرا بیند دهان بلابه و زاری می کشاید. به دشمن هیچگاه رحم نکن، به ویژه اگر خائن باشد. خلق باید داند که انسان ناجنسان را چه شرمندگی منتظر است. هر دو را به همان طرز به خر شنان و مدت 1 هفته در قشلاقها بگردان. برای آنکه جان زارمانده اشان نبراید، روز 1 بار یگان زهر و زقومشان بده. کار تو تنها پاسبانی است. مدعای ما را به مردم سیاه سر می رساند. وی دستور گرفته و چی کردنش را می داند. نزدیک چاشتگاه میرزا عزیز و سیاه سر اسیران خرسوار را پیش انداخته خود سوار اسبهای جومست رو به راه درما رخت آوردند. سیاه سر مرد سبزینه 35-40 ساله سیر حرکت چابک مجازی بود، با پوشاک از سله تا موزه سیب سیاه. اسبش نیز از غایت سیاهی زاغ عظیم جثه را میماند. میرزا عزیز این مرد را نمیشناخت. احیانا در قلعه گاهی دوچارش می آمد، اما کی و چیکاره بودنش را نمیدانست. سیاه سر با وجود بیقراری سیماوارش یگان کلمه گپ نمیزد. پس از طی کردن 1 فرسنگ خاموشی مردوار به جان میرزا عزیز زد. وی اسبش را به تکاور سیاه سر برابر کرد و پرسید: عمک، برای چی گپ نمیزنی؟ سیاه سر ناراضیانه نگاهی افکند و گفت: چی گویم؟ لااقل بگو که به کدام دیها می رویم؟ تا داغخانه رفته به آن ساحل می گذریم. آواز 2 پوسته نافارمش چنان درشت بود که گوش میرزا عزیز را خراشید. بعد خاروق و سوچان را گرد گشته به پارشنه و ساقچرب مراجعت میکنید. تو در دربار چه وظیفه داری عمک؟ چاپار شاه و اسبش را تماما نزدیک آورده گوشکی کرد. در نزد اینها هر گونه گپ را گفتن ممکن نیست. میرزا عزیز سر جنباند و به صغری خر تازیانه فراورد تا گشتش را تیز کند. بندیان پشت به پشت بسته در بالای خر حال بسا ناگواری داشتند. عذاب چند روزه راه روشان آنها را پاچریز لکات کرده بود. هنوز استخوان‌هایشان از درد نمانده بودند که باز برویشان عریض مالیده به این شکنجه نو گرفتارشان کردند. خرشان را به سبب رهگفته شدن به خر سیاه کلانتر عوض کردند، اما به حال آنها دل کسی نسود. در تمام مدت محبوسی تنها همین سحر خوراک درستشان دادند. خیال کردند که غضب شاه پس شده و اکنون به آزادی می برآیند، ولی گمانشان باطل برآمد. این بار برای آنکه در شیب و فرازها سرازیر نشوند، بر ضم به هم بستن پایهایشان چیربری را هم گرد میانشان چند حلقه تاب داده به تنه خر بستند. زیرا در روشان چند مراتبه کلپا شده قریب یک جایه با خر به جری می افتیدند. رهگذران و مسافران دوچار می آمده آنها را دیده کنار گریخته راه خالی می کردند، ولی هنگام گذشتن از دهات بچه ها اطرافشان را پیچانده خرسواران بلعجب را با شوقون و غلاغله مورد مسخره قرار داده حتی به سنگ و کلوخ می زدند.
گروه پیش دویده ای خرسوار رهگم، شیطان بیال و دوم، گویان کف کوفته و با یک آواز فریاد کشیده مردم را مجبور می نمودند که به تماشای این منظره برآیند. در چنین موردها برای آنکه به بندیان آسیب نرسد، میرزا عزیز شمشیر برهنه بالای سر گردانده بچه ها را می ترساند و سیاه سر با آواز ناگوارش داد می زد: خدا هیچ کس را به غضب شاه جهان یوسف علی خان گرفتار نسازد. حال زار ابوذر بخشاری و خواجه برتنگی را ببینید، رویشان در دو عالم سیاه که چون شقشقه خبر میکشند و کودکان را الچکی میکنند. به امر شاه این کوهریان به کسانی که فعل و اطراف اینها را دارند به کوچبند محکوم گردیده، خانه‌خیز به قوقند و یارکند به درغه میشوند. وقتی که به داغخانه رسیدند، روز کوتاه فصل خزان ریز به شام تاریک تبدیل یافت. سیاهسر آنها را به ایلاق خانه در آمدگاه ده فراورد و امر داد که شب را در همین جا می گذرانند. میرزا عزیز دست و پای بندیان را کشاد و گفت که می توانند تا صبح نفس آزاد بکشند. یکی گریزند چه جواب می دهیم؟ ناراضیانه غرونگید سیاهسر. گریزند دستگیر کرده از پایشان به درخت می آویزم. جواب داد میرزا عزیز و به محبوسان رو آورد: یا داوی گریختن دارید؟ نه، بندیان از بیجانی به زور آواز برآوردند. وقتتان سر نکرده باشد البته نمی گریزید، گفت سیاهسر. گریختنی نباشد پس هیزم بیارید که اشکم دوزخیتان را سیر کنیم. خر و اسپان را هم به چرا سر دهید. از چنین مناسبت بندیان روح گرفته پی چیدن هیزم رفتند. در این ویرانی چه خیل خوراک میپزید؟ زن را در ایلاق آزمایند، مرد را در سفر. سیاهسر نیم تبسمی عیارانه کرد: این ایلاق زن دیوانه شاه مهمانکوب است. وی در وقت کوچ دیگ و طبق را به خانه نمیبرد تا که مسافران شب رسیده در اینجا دم گرم خورده توانند. دیوانه شاه مهمانکوب نام عجیبی داشته است شوهرش. یک دیوانه هات، جواب داد سیاهسر. بار مهمانش شدم. وقتی گسیل چنان شلاقم زد که حالا هم جرأت به خانه‌اش نزدیک شدن ندارم. برای چه؟ به شگفت افتاد میرزا عزیز. دیوانه ده یک مرا نیز صدها رهگذر را لگدکوب کرده است. پگاه دیده میتوانیم دیوانه را؟ وهم‌آمیز پرسید سیاهسر. چی در کار؟ آدمی نیست که کرای دیدن کند. با وی گشتی گرفتن میخواهم. با آن برزگاو دیو صورت این خیال را از سرت بیرون کن که گاو را با یک دست میبردارد. باز بهتر، جواب داد میرزا عزیز که از توصیف سیاهسر غیرت پهلوانیش به جوش آمده بود. سیاهسر کتفها در هم کشید و گپ را دیگر در نزد محبوسان که با بغلهای پرهیزم در آمدند دوام دادن نخواست. آتش در گیراندند. میرزا عزیز و سیاهسر از کلبارهای خود یخنی برآورده به دیگ پرتافتند. چون گرم شد در کارسان برداشته روی دستارخوان گذاشتند. بندیها که حتی برای فریب شکم توشه نداشتند در نزد آتشدان دو خط نشستند. میرزا عزیز چند پاره گوشت بالای یک نان کلان نهاده به آنها دراز کرد و گفت: بخورید که نمورید و در بلایتان نمانیم. بندیها بر کلان کردت هزاران رحمت، از عمرت برکت یابی، گویان در حقش دعای نیک کرده دست به خوراک بردند. به سیاهسر این خودسری میرزا عزیز پسند نآمد ولی دم نزد. بعد از طعام میرزا عزیز دست و پای بندیان را بست و همگی سر به خواب گذاشتند. شب به مهتاب کوهستان چادر ظلمت برافراخته عالم را گویا به گور تاریک تبدیل داده بود. تنها صدای چرس چرس سوختن و شعله کشیدن هیزم درون آتشدان حول تیرگی را فرو نشانده گرانی خاموشی را به اندازه کاهش می‌داد. پیلک‌های جوان پهلوان اکنون وزنین گشته بودند که بنا خواست اول آواز خوراک و از پسش خراس گلویی کسی بلند شد و خواب تازه آمدهش را پریشان ساخت. صداهای گوشخراش و دلتراش از دهان و بینی سیاهسر می برآمدند. میرزا عزیز مدت خود را به کری انداخت
حتی 2 آستین چکمن را گرد گوشها پیچاند، ولی آواز دل به حضور کننده همانا چون تیر به مغز سر می خلید. طاقتش طاق شد و در جایش نشست. در نیم تاریکی به پهلوی سراب سیاه سیاه سر مست خواب نقطه زد تا آواز نبرارد. وی به جای خفت شدن چون گرگ نوله پستی کشیده از پهلو به پشت گشت. اکنون برای خوراک و خراس چند لایه اش فضا تماما بازگردید و به بینی و دهان دست و پاها نیز همراه گشتند. برابر خوراک دست به پهلو می انداخت و برابر خراس پشت پا به زمین می کوفت. میرزا عزیز به امیدی که بیدار می شود چند بار جنباندش، اما به نتیجه. خواست بر روی کرهش تارسکی بزند، اما در آخرین لحظه خرد بر غضب پیروز گشت و از این نیت دست کشید. احترام کلانسال بودن همسفرش بالا گرفت. خوابش پرید. برخاست تا بیرون رود و از عذاب همشفتی با سیاه سر جان خلاص کند که پیچ راس ابوذر به گوشش رسید. میرزا جان، مرا هم با خود برار. میرزا عزیز به سرش رفت و وی را یک دسته آزاد برداشته بیرون برآمد. در پتاد هیل دست و پایش را کشاد و هر دو نفسی سبک کشیدند. به این نافارمی خوابیدن آدم را بار اول می بینم. به زرده غرونگاش زد میرزا عزیز. میرزا جان، التماس مرا دیگر درون ندرار. از شنیدن خوراک دوزخی آن پلید در اینجا از خنکی مرم 100 بار به آهنگ زاره التماس کرد سیاه سر. خودت که در پلیدی از وی کم نیستی، چی تنهاش میزنی؟ استهزا آمیز پرسید میرزا عزیز. درست، لیکن با این همه من به گرد سیاه سر نمی رسم. چرا؟ چون من هر چی کردم آشکارا کردم و مردم همه می دانند، ولی او هر کاری که می کند پنهان می کند و خود را در نزد خلق صاف نشان می دهد. این قدر هم از همدیگر فرق نداشته، گفت میرزا عزیز و با کراهت به زمین توف کرد. نه پهلوان، به هر حال من فقط یک پلیدکم و خلاص. سیاه سر بر علاوه پلیدی باز منافق است. اگر نام کثیفش را به این زم کنیم گناهش باز هم وزنینتر می گردد. سخن ابوذر به میرزا عزیز پسند آمد، ولی زهرخند زد و گفت هر دویتان از یک گور لچرهای نابکار چی فرق دارد که خلق خود را به بیگانگان پنهانی می فروشید یا آشکارا؟ تو بر اینها حق زندگی در شغنان را ندارید. ابوذر با سرجنبانی طولانی گپ میرزا عزیز را تصدیق نموده به حسرت آهی کشید و گفت آه، اگر در آن روز نحس به شرط گذاشته محبت خان راضی نمی شدم می مردم، اما امروز انگشتنمای خلق نمی گشتم. محبت خان چه شرط گذاشته بود؟ در آوان نوجوانی سخت شهوانی بودم. از غایت غیرت خون به سرم می زد و تا به زن همخوابه نشوم قرار نمی گرفتم. زن گرفتم، اما وی هم شدت شوقم را پس نمی کرد. برای همین از پی زنان مردم شدم. پایت پاییده شب از روزم به خانه زن تنهایی که مردینه‌اش به سفر دور می رفت می فرامدم و دهانش را بسته کام دل می ستاندم. وقتی رفتن می ترساندمش که اگر به کسی شکایت کند سرش را می برم. بعضی ها از بیم من، بعضی ها از ترس بدنام گشتن در این خصوص لب نمی کشودند. با مرور وقت به دهه های همسایه گذشتم و به ده ها زن چنین رفتار کردم. از قضا بار به خانه قاضی در آمدم و به بلا گرفتار آمدم. زوجه وی زن پهلوانی بوده است. برابر در آمدنم به جاگهش مرا از حول جام برداشته چنان هوا داد که سرم به چهلک برخورد و بیهوش غلطیدم. زن داد و وای برداشته همسایه ها را به سرم آورد. آنها مرا بند نهاده روز دیگر به حبسخانه بحرگنج بردند. قاضی از سفر برگشت و روزم سیاه شد. برای قصاص گرفتن تکپرسی بسیار کرده به واسطه زنش بعضی زنان دستور کردم را یافته شاهد آورد و به سنگسار کردنم حکم برآورد. 2 روز پیش از اجرای حکم وقتی تیزی شب زندانبان در آمد و دستانم را بسته بیرون برآورد. امید از جان خود برداشتم. گمان کردم که پیش از مهلت می کشندم. اما زندانبان مرا به حجره تنگی در آورده در نزد کسی بزانو شناند و خود به در رفت. مرا شناختی؟ پرسید آن شخص.
سر برداشته در روشنایی چراغ محبت خان را دیدم و از ترس تبلرزه‌ام گرفت. شاه از ریشم کشیده به پایم خیزاند و گفت سنگسار کردن آدم را یگان بار دیده ای؟ سر جنباندم که نه. شاه همانا ریشم را کشیده و مرا خم و راست کرده شرح داد. تو را لوب لوچ تا ناف می گرونند، بعد صدها نفر برویت توف کرده لعنت می خوانند. سپس دست جمعانه چنان سنگت می زنند که از سرتامیان یگان استخوان در تنت بر جا نمی ماند. تنها اعضای از ناف پایانت آسیب نمی گیرند تا در روز قیامت شاهدی دهند که با کدام زن چه خیلی زنا کردی. باور کن از دهشت نقل شاه به یگان سنگزنی استخوانهایم بند گویا شکسته، گوشت و پوستم همگی از هم ریخت. پس از شکنجه درست دادنم شاه پرسید زنده ماندن میخواهی؟ از این گپ در بدنم جان دمید و در دلم شعله حیات درخشید. اشکم شش قطار ریخت و گفتم که بله بسیار میخواهم زنده بمانم. شاه ریشم را سر داد و چنان تیله‌ام کرد که به دیوار برخورده نقش زمین شدم. بعد پایش را به سرم نهاد و گفت اگر بسیار خواهی که جان سگانه‌ات در بدنت بتپد، اعتباراً از همین دم جاسوس من میشوی. بین خلق میگردی و هر یک خبر را نچکانده و نریزانده به من میرسانی. لیکن با همین جانت خلاص نیست. هرچکیداری خاصه من میشوی. در کجای یک بچه بزه باشد تگی چشم میکنی. فهمیدی؟ دیگر چی علاجی هم داشتم؟ فهمیدم گفتم و به پایش افتیدم. شاه به سینه‌ام شلاق کوفت و رفت. روز دیگر مرا به حضور قاضی بردند. وی حکم برآورد که به عوض سنگسار خانه و زمینم به سود دولت ترکه گردد. زنم از من رو تافت و بچه‌هایش را گرفته به خانه پدر رفت. آسمان جل ماندم. بر ذم زنبارگی به خبرکشی و اولچکیداری هم بدنام شدم. حالا فکر میکنم که در زیر سنگ میمردم 1000 بار بهبود تا به این بی عزتی در زیر ننگ مردن. لیکن مرم هم در آن دنیا، عذابم از این دنیا سبکتر نیست. ابوذر لب فرو بست و بی صدا گریست. از نقل وضع رقت‌آور او طبع میرزا عزیز بالکل خیره گشت. این اثنا صدای خواجک بلند گردید. جان خدایی یاری دهید. میرزا عزیز با چند حلاس به خانه در آمده خود را به سر او رساند و اضطراب‌آمیز پرسید چی شد؟ کلان التماس اگر جان مرا گرفتنی باشی به دست خود بگیر، اما از این سیاه خانه بیرونم کش که دیگر طاقت واویلای این بغض‌خوک را ندارم. سیاه سر همانو بے پروا غرق خواب پرغوغای خود بود و از دمش باد هیل گویا میلرزید. میرزا عزیز خواجک لونده را سر کتف برداشته بیرون برآمد و در پهلوی ابوذر به زمین گذاشت. خراکشی سیاه سر در همین جا هم به گوش می رسید. کلان نمی شود که او را بیدار کنی و ما کمی خواب رویم؟ التجاآمیز پرسید ابوذر. میرزا عزیز دست و پای خواجک را کشاد و گفت نمی شود. چندی کردم بیدار نشد. من بعد در جایی می خوابانیم که بیزارمون نکند. و احساس کرد که سردی بر بدنش کارگر گشته است. حالا بهترش گلخن افروزیم که تا بر آمدن آفتاب یخ نکنیم. از باد بهار بهره بردار، از باد خزان خود را نگه دار، میگویند برتنگیان. دست و پای آزانده خرسندانه گفت خواجک عجب کار خوبی کردی کلان جان. آنها در یک چند دقیقه هیزم و تپک غون کرده گلخن پرموج افروختند و در گردش بر سنگها نشستند. برتنگی از خانچه یک طبق گوش آورد و آن را با چایجوش پر آب بالای لخچه گذاشت. پس از فرصت چای و گوشت نوجوشیده سردی را از بدنها برآورد و جانها را نیروی تازه بخشید. خواجک با رفتار و گفتار زنده دلانه و غیرتش به میرزا عزیز پسند افتاد. نخود همین خیل یک آدم درستنما، خبرکش و مردم آزار باشد از دل گذراند و برای آنکه شبهه‌اش را برطرف سازد پرسید خواجک به تو چه نمی رسد که دیوار موش خان شدی؟ با شنیدن این گپ گویا به سر خواجک آب سر ریخته باشند کله‌اش را دو دسته داشت و کرخ شد. ابوذر سکوت را شکست. تو هم شاید از مجبوری به این راه رفته باشی. گپ زن، شب دراز را کوتاه کن. خواجک دید که جای گریز نیست و همسوبتان بی صبرانه چشم بر رویش دوختند.
با شاخه علاو را کافته تیز کرد و لب به سخن گشاد. کلان، خبرکشی درد بی‌دوای من است. در دهانم آب گرم نمی شود. هر حادثه دیده یا شنیدم را تا به کسی نگویم دلم قرار نمی گیرد. در ایام کودکی برادران و خواهرانم را با این فعل بدم به داد آورده بودم. عطسه زنند در زمان به پدر یا مادرم می رسوندم. به عوضش بارها گوشمال و شلاق خوردم، ولی خویی که با شیر درآید با جان برآید. چون پای رفتار پیدا کردم خبر این خانه را به آن خانه، گپ این آدم را به آن آدم برده از جنگ و جنجال انداختم لذت می بردم. دهه تنجمان آرام اکثر ساکنانش به هم جنگی و قهری گشتند. 12 سال داشتم که پدرم بار ملامت مردم را دیگر برداشته نتوانسته مرا عاق کرد. از علم ترسیده و پرسیده به دهه سوناب رفتم و از بالای پدرم به آقسخال شکایت بردم. آقسخال گپم را شنیده گفت که عاق کردن فرزند جنایت نیست. اگر پدرت در نزد دولت گناهی داشته باشد آنگاه وی را به محکمه کشیده می توانم. برای آنکه شکایتم بیهوده نبراید و قصاصم را از پدر بگیرم عرض کردم که او 2 انبان زمین پنهانی دارد و از آن مالیات نمی سپارد. آقسخال پرسید که در دهه‌تان باز که ها زمین و مال پنهان کرده دارند؟ من چیز میدانستگیم را به او گزارش دادم. وی چنان خرسند شد که در شیرخانه عاقلش برایم جای خواب داد. بعد از آن که خبرهای کشیده‌ام درست برآمدند آقسخال مرا خبر بیار گرفت و پامزد مقرر کرد. انا همین طور کلانجان خبرکش حق بگیر شدم. به کثافت کسبم بیزن ماندم. به چندین خانه خواستگار فرستادم ولی یگان کس دخترش را به من نداد. مردم از من همه چون از دیو حذر می کند. خواجک باز 2 دست به سر گذاشت و لب فرو بست. خاموشی گران به میان آمد. سرگذشت تلخ و غیر عادی این مرد به دل هر دو همنشین تأثیر بد گذاشت. ابوذر چشمان نیموایش را مالید و خواب آلود غرنگید. حالت از من بدتر بوده است جورا. من لااقل زن و بچه دارم. میرزا عزیز حس کرد که پشتش خنک خورده است، بلکه از شنیدن سرگذشت این مرد رهگم بر اندامش سردی افتاد. برای گرم شدن پشت به آتش گرداند و گفت: باور نمی کنم که خبرکشی اینقدر درد بی‌دوا باشد. دهانت را محکم ببند. تمام نمی شود کلان، نمی شود. بارها خود را سنجیدم، نشد. مثلا حاضر 1000 سوگن خورم هم برابر دیدن سیاسر مجبورم که تمام گپ اینجا زدم را یک به یک به او رسانده دلم را خالی کنم. نگویی چی؟ پرسید میرزا عزیز. دلم میکفد. زبانت را بریدن لازم. خلاصه برآورد میرزا عزیز. آن وقت هم خلق از بدت می آساید و هم خودت. خواجک از ترس گردن درون کتفان کشید و دیگر دم نزد. ابوذر زهرخندی زد و گفت: پهلوان، اکنون باور کردی که هر 3 ما نطفه شیطانیم. فرق در آن است که دیروز ما حکومت داشتیم، امروز سیاست. دلم بر تو می سوزد که به جای عیش و نوش با یگان نازنین جمعیت خبیث ما را تحمل میکنی. میرزا عزیز برخاست و با قدم‌های تند به سیاهخانه درآمد. سیاهسر مست خواب را چون کودک روی دستان برداشت و بیرون برآورده روی پتات پرتافت و گفت: در آمدیم. آنها از پس او در آمده به کنجها خزیده آرام گرفتند. میرزا عزیز دست و پایشان را از سر بست و بی تشویش سر به خواب نهاد. انجام گفتار 14. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم 2 رمانی تاریخی سروی سنگ عطامیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.